آقا ناموس بارگیری مکانیزه رو میخوام بهتون نشون بدم. این شرکت ATA یه شرکت سوئدیه، تو کار تیمبره، تو کار الوار چوبه. نگاه کنید این کامیون رو طراحی کردن به چه زیبایی. 3 و 2 5 و 5 و 2 7 و 8 محور، 8 محور کامیون، 56 متر مکعب الوار رو در کمتر از 4 دقیقه بارگیری میکنه. کامیون فنسی پنسی ولوو اومد وایساد، این کانتینراش از بغل باز شد، قشنگ هیدرولیک، یعنی با فشار یک دکمه لیفت راک عین شستیر داره الوارا رو میذاره. الوارای جلو رو اون کامپارتمان یا اون بخش جلو رو گذاشت، اینو میاره پایین. نگاه کنید اینو میاره پایین. حالا نکته رو نگاه کنید، اینجا هنوز تمام نشده داستان. میاد یه ذره برمیگرده بالا، این رچت استرپ ها یا جک لبی با زنجیر اون موقع میگفتن، یا این جغجغه‌ای ها رو میندازه، هوک میکنه، رفت اون طرف، دکمه رو میزنه از اون طرف، پاپام اینا سفت میشن. این داره اینو میبنده، اون داره عقب و بار میذاره. بعدم میاد در میبنده، بسته میشه، این طرف بسته میشه، قفل میشه. روکش از اون بالا خیلی اتوماتیک و مامانی. یعنی یه کامیون به این هیکلی یه آپریتور داره که آپریتورش هم اتفاقا خانوم هست. اینجا فورکلیف یا لیفترها کم که اونجا سری و سر مشغوله، بارگذاریش تمام شد. الان آپریتور میاد سری و سر، اون عقب رو هم بار رو میاد دقیقا سکیور میکنه. چیزی که من خیلی حال کردم، نظم و ترتیب، سرعت عمل حساب شده و در واقع این صرفه‌جویی در زمان. نگاه کنید این بخش دوم بار فشارش میده، چقدر آپریتور تمیز و مرتب کار میکنه. و این راننده که نگاه کنید اینو میاره پایین. ببینید این آچار جرجقیای رچت استرپ رو نگاه کنید، تو این تصویر خیلی قشنگ معلومه. میان اینجا از این هوک اینجا آزادشون میکنه، هوکشون میکنه به اینجا، وصلشون میکنه هر دو تا بار. حالا نگاه کنید از اون طرف میره، از پشت دور میزنه، از اینجا دکمه رو میزنه، اتوماتیک اینا سفت میشن. تیک 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 تیک، تمام شد، سفت. روکش رو میکشه، با هیدرولیک بسته میشه، روکش رو میکشه. دکمه بعدی سقف رو ببند، پام پام، و علی یاره بزن به جاده. چه فنسی پنسی ولوی فنسی پنسیه، برونش بره، حالش ببرید. به این میگن آقا اتومیشن، به این میگن هنر مهندسی.